سراغ را نادرست گرفته باشم. السلام علیکم امک. نمیگوید که خانه دولت در کجاست؟ امک نمیگوید که خانه دولت در کجاست؟ السلام علیکم. سلام. شما دولت هستید؟ بله من دولت هستم. خب به من زنگ زده. بله من زنگ زده بودم. از همسایه‌تون سراغ را پرسیدم؟ هیچ. وای همسایه من نیست. من برای همون موج سفید شما را زنگ زده بودم. عمر بیا. چند روز پیش همسرم با من گفته بود که در محله موج سفید آواره‌گردی پیدا شده است. یکم کس وی را نمی‌شناسم. ما برای شما آمدیم. من سرور خانه مهر هستم. این کس گپ نمیزنه. امک خیزید خیزید امک. بیا آیسته آیسته آیسته. همیشه سلامت باش. تشکر. باری دیگه. بیش از 2 ساعت می شود که ما در اینجا نشستیم. شما با یک سخن گویید. تشکر. و این وظیفه ما هست. ما باید شخصیت شما را عمیق کنیم. کی هستید، چی کاره هستید، چرا در چنین حال افتادید. خیلی اگه اون چیز گویید خیر. من میدانم شما گپ زدن میتوانید ولی نمیخواهید. خیلی اگر که نخواهید باینش اینه مرحمت. کاغذ نامتون رو نویسید. خواهش میکنم. من حاضر برمیدم.
چی بود؟ بابا زمان این کی باشد؟ الو 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 گوش میکنم. پسرم، پدر؟ فرزندم، مرا دیگر نکوبید. در کجایید؟ من جایم را یافتم. چی خیل؟ آخر ما را میخندن. الو پدر؟